AI for UX design. AI چطوری میتونیم از AI استفاده بکنیم، چطوری میتونه ما رو کمک کنه؟ اول ببینیم AI چیه برای کسایی که آشنایی ندارن. AI مخفف کلمه Artificial Intelligence، یعنی هوش مصنوعی به معنی ساخته شده به دست بشر، نه به معنی مثلا فیک یا به در نخور، چون مصنوعی تو فارسی این معنی رو هم میده. تو بحث UX دیزاین به سیستم هایی میگیم یا ماشین هایی میگیم که این هوش انسانی رو، حالا به صورت کلی نه فقط تو UX دیزاین، هوش انسانی رو میاد شبیه سازی میکنه، تلاش میکنه که یک هوشی بسازه مثل هوش انسان. که هوش انسان چجوری کار میکنه؟ مغز انسان، حالا خیلی اطلاعات کمی راجبش هست دیگه، ولی آخرین چیزی که راجبش میدونن و تا اینجا میدونیم اینه که یک سیستم الگویا و پترنیابه. میره یه پترنی رو پیدا میکنه و اون پترن رو تو ذهنش در واقع میسازه و ذخیره میکنه، بعد میره هر چیز دیگه ای رو که میبینه طبق اون پترن بررسی میکنه. اگر کار کرد که کار میکنه، اگر کار نکرد دیدش که نه، یه چیزی اینجا این وسط با این پترن جور در نمیاد، پترنش رو آپدیت میکنه و در واقع این شکلی انسان آموزش میبینه، یاد میگیره و محیط خودش رو میشناسه. مثلا وقتی شما یک خودکار رو میبینی، این ممکن از هر برندی باشه و هر دیزاینری این خودکار رو طراحی کرده باشه، ولی شما وقتی میبینی میگی خودکاره. چرا؟ چون پترن، یه الگوهای تو ذهن شما شکل گرفته راجع به این خودکار که میدونید یک چیزیه که استوانه‌ای باریک بلنده و اگر دیده بشه داخلش قسمت جوهر داره. همه اینا رو شما ببینید حدس میزنید که این خودکاره دیگه. حالا اینکه چه رنگیه میشه ویژگی بعدش، اینکه چه برندی تولیدش کرده، یا هر چقدر دیزاین اینو عوض بکنی به هر حال شما خودکار بودنش رو این شکلی میفهمید. هوش مصنوعی هم داره سعی میکنه الان این کارو بکنه. قبلا ذهن رو به یک کامپیوتر تشبیه میکردن و تلاش میکردن که این ذهن رو با اینکه بگن خب این یک سی پی یو، دیتا میاد اینجا، یک سیستم پروسسینگ وجود داره، پردازش میشه و میره بیرون. بعدا دیدن نه، اینجوری نیست، یه جور دیگه کار میکنه. حالا سیستم ها رو دارن شبیه ذهن میسازن که میشه این الگوریتم های هوش مصنوعی که ما الان داریم میبینیم. چرا ما باید AI رو تو UX دیزاین استفاده بکنیم؟ یکی اینکه افیشنت میکنه کارمون رو. من شاید خودم کارم تو بعضی زمینه ها تا 10 برابر سرعتش افزایش پیدا کرده، توی ریسرچ ها، توی نوشتن کپی ها، توی آماده کردن پرزنتیشن ها، توی همه کارا. وقتی مجموعاً حساب میکنی چندین برابر سرعت کار خود من رو زیاد کرده، افیشنت هم کرده و میتونم حالا فوکس بکنم روی مسائل پیچیده تر و اونجا که خلاقیت بیشتری نیاز داره، کاری که تکراریه رو و مشخصه که باید چه کاری انجام بشه رو معمولا به AI میسپارم. دلیل دیگهش اینه که الگوریتم های AI میتونن یک حجم خیلی زیادی از دیتا رو از یوزر دریافت کنن و پردازش کنن، کاری که سیستم های قبلی نمیتونستن انجام بدن. شما نمیتونستی سیستم طراحی بکنی که همه کاربرها بتونن باش کار بکنن، حجم دیتا خیلی زیاده. این الگوریتم ها، شما دیگه الگوریتم رو طراحی نمی‌کنی جوری که بگی آقا این بیا این دیتا رو پروسس کن. شما میای الگوریتم رو طراحی می‌کنی جوری که میگی برو خودت بگرد، الگو پیدا کن، چیزهای مختلف رو تست بکن و ببین چی خوبه همون انجام بده و هر جا دیدی خوب نیست دوباره خودت آپدیت بکن دیگه. یعنی من نمیدونم تو چجوری می‌خوای اینو پیدا بکنی. اصطلاحاً میگن که مثلا تو ماشین لرنینگ 2 تا مدل ماشین لرنینگ داریم که یک که یه سریاش اکسپلینبل ان، یک سریاش اکسپلینبل نیستن. یعنی اون کسی که اومده نوشته این الگوریتم رو میتونه توضیح بده که این الگوریتم چجوری کار میکنه. مثلا اگه ازش بپرسی که آقا چرا توی من سایت فلان فروشگاه رفتم یا تو اپ مثلا موزیک یا نتفلیکس چرا این فیلمو به من پیشنهاد دادی، چرا این موزیک رو به من پیشنهاد دادی، اونجا برنامه‌نویس ممکنه بتونه بهشون توضیح بده، بگه من الگوریتم اینجوری نوشتم چون تو کار 1 و 2 و 3 رو انجام دادی نتیجه شده این. یا میتونه اکسپلینبل اصلا نباشه، یعنی خود برنامه‌نویسم بگه من نمیدونم چرا اینو پیشنهاد داده، من اینو جوری نوشتم که بره بگرده ببینه بیشترین جایی که
چه شکلی اگر اینو به کسی پیشنهاد بدید میره گوش میکنه و کلیک میکنه روش. خودت بگرد ببین چه جوریه دیگه، من دیگه نمیدونم. اون رفته گشته یه سری دیتا پیدا کرده و متوجه شده که این شکلی بهتر کار میکنه. من نمیتونم بگم چرا. دلیل دیگهش اینه که تجربه کاربر رو میتونیم پرسونالایز بکنیم. با AI میتونیم هر کاربر رو مشخصاً بشناسیم و رفتارش رو بفهمیم و یک تجربه مناسب اون آدم بهش بدیم. دائما با چیزهایی که حالا به صورت کلی میخوایم به همه یوزرها بفرستیم اذیتش نکنیم و تجربه رو واسش طبیعتاً لذت بخشتر میکنیم، بازخوردش رو بهتر میکنیم، اگر فروشی وجود داره فروش رو و درآمد رو هم بالا میبریم. دلیل دیگهش Rapid Prototyping and Testing که میتونن، حالا الان ابزارهای دیزاین خیلی انقدری هوش مصنوعی توشون گسترش پیدا نکرده که بتونن کاملا این شکلی کمکمون بکنن، ولی خب خیلی کار میتونن کنن. مثلا فتوشاپ الان شما یه عکس میدی، بزرگش میکنی، میگی پشت این رو این عکس رو گسترش بده، مثلا عکس شما فقط یه آدمی که توی اتاقه، میگی خب فضای بیشتری از این اتاق داخلش بذار، اینور یه میز بذار، اونور مثلا یه قاب عکس آویزون کن و میتونه بیاد این کار رو تو فتوشاپ انجام بده. و شما خودت اگه می‌خواستی این رو بیای تو فتوشاپ ادیت کنی، یه میز از یه جای دیگه بیاری بذاری، نور و سایه ها رو تنظیم بکنی، خب کلی زمان از تو میگرفتی. و inclusive and accessible design و چیزی که ما همیشه ممکنه ذهنمون بایست باشه، یعنی اینکه فکر بکنیم که خب یک سری افراد، مثلا اونایی که چشمشون مشکل داره این شکلی میبینن، ما میایم یه جوری دیگه براشون دیزاین کنیم. اونی که یه مشکلی توی دستش داره، یه مشکلی توی پاش داره، میاد شما واسش پروداکت دیزاین میکنی، چقدر شما کانفیدنتی که اون واقعا مسئلهشو فهمیدی و دقیقاً تونستی اکسسیبل باشه دیزاینت برای اون آدم، یا اینکه اینکلوسیو باشه. تو چقدر کانفیدنتی که همه کالچرها رو میشناسی، همه آدم‌ها رو و همه دموگرافیک مختلف رو میشناسی و برای اونا داری دیزاین میکنی. ولی AI میتونه، دیتای خیلی زیادی داره، میتونه اینها رو بفهمه. اینکه حالا الان میتونه این کار رو انجام بده یا نه این یه بحث دیگه‌ایه، ولی خب طبیعتاً به اون مرحله هم خواهد رسید. حالا ما چطوری میتونیم بیشترین بهره وری رو از AI بگیریم؟ اینا یه سری توضیحات کلی هن، حالا به جزئیات هم میرسیم که شما باید با این ذهنیت با AI روبرو بشی. اول شما باید بفهمی که توانایی‌هاش و محدودیت‌های AI چیه. یعنی اگر مثلا چت جی پی تی استفاده می‌کنی باید بفهمی که چت جی پی تی چیکار میتونه کنه، چیکار نمیتونه کنه، به چی دسترسی داره، به چی دسترسی نداره و اون دیتایی که باش ترین شده. یا مثلا الان چت جی پی تی فکر می‌کنم 3.5 که فریه، این آپدیت تا سال 2021. خب طبیعتا شما نمیتونی حالا این عددا رو اگر اشتباهه ممکنه 2021 نباشه یا 20 باشه یا 21 و نیم باشه، نمیدونم، ولی به هر حال تا امروز آپدیت نیست. شما باید بدونی که اتفاقی که و ترندی که مثلا امسال وجود داره یا دیتایی که امسال به وجود اومده رو اون بهش دسترسی هیچ وقت نداشته و نمیدونه راجعش. و مثلا دیتاهایی که پرایوت بوده توی دیتابیس های شرکت ها بوده و در دسترس عموم نبوده رو چت جی پی تی بهشون دسترسی نداره. پس طبیعتا شما نمیتونید ازش انتظار داشته باشی که مثلا اون یوزر اکسپریانسی که مثلا آمازون میتونه به یوزرش بده، مثلا از چت جی پی تی انتظار داشته باشی که اونو بتونه بفهمه. نه، چرا آمازون دسترسی داره به دیتای یوزرش و میشناسه یوزر خودشو. چت جی پی تی یوزر آمازون رو نمیشناسه چون دسترسی نداره. مورد دیگه اینه که باید بدونید که وقتی که شما میخوای این برای وقتی که میخوای AI رو در واقع طراحی کنی و استفاده کنی توی سیستم، شما باید حواست باشه که به دیتا با کیفیت بالا و حجم خیلی زیاد و حجم کافی در واقع حالا بگم زیاد دسترسی داری. چه شکلی کار میکنه این بحث مثلا ماشین لرنینگ؟ این شکلیه که یک الگوریتم مینویسن، بعد یه دیتا ستی اصطلاحاً بهش میدن. این دیتا ست خیلی بزرگه. مثلا شما یه الگوریتم مینویسی برای ریکامندیشن سیستم واسه اینستاگرام که آقا بیا به یوزرهای من کلیپ ریکامند کن،
اسکریپت مثلا یک ویدیو ریکامند کن جوری که اینا اینگیج بشن و بمونن، زمان بیشتری رو توی محصول من بگذارن. این دیتایی که به این الگوریتم میدی شاید شامل 100,000 چندین میلیون دیتا باشه که شما داری به این میدی. یعنی دیتا ست خیلی بزرگه. این میره روشون ترین میکنه، یعنی میره همه اینا رو بررسی میکنه، روشون ترین میشه اصلا. همه اینا رو بررسی میکنه، میگه خب این یوزر اینا رو دیده بود، بعدش اینو دید ادامه نداد، این یوزر اینا رو دیده بود، مثلا اهل اینجا بود، ویژگی های اون یوزر رو داره، بعد اینو دید اوکی تا آخر نگاه کرد، روی این دید اینو کلیک کرد مثلا. روی این دیتا ترین میشه اصطلاحاً و این ترین هم طول میکشه. این ترینینگ مثلا ممکنه 3 ماه 6 ماه طول بکشه که این الگوریتم فقط آموزش ببینه روی این چند صد هزار یا چند میلیون دیتایی که شما بهش میدی. بعد که آموزش میبینه، بعد میاد توی فاز حالا اجرا میشه و همونجا هم دوباره هی تست میشه، خودش رو آپدیت میکنه. پس اون دیتایی که شما اگه میخواید توی محصولتون از AI استفاده کنید، باید یه حجم خیلی زیادی دیتا داشته باشید از یوزر هاتون. داره میگه که شما باید همیشه روی این تمرکز داشته باشید که بس به عنوان یو ایکس دیزاینر اینو نوشته، به صورت کلی ای آی رو نمیگه. به عنوان یو ایکس دیزاینر باید همیشه روی این تمرکز داشته باشید که چطوری ای آی میتونه یوزر اکسپریانس رو افزایش بده. این حالا یک جمله کلیه که به عنوان یو ایکس دیزاینر باید حواست باشه که تو بحث‌های مختلف یو ایکس بیای ای آی رو ببینی که مثلا توی این پرسونا، توی آنالیز دیتا، توی کم کردن ایرورها، مثلا توی بررسی فیدبک های یوزر، تو هر کدوم از اینا من چطوری میتونم استفاده کنم. مورد بعدی ملاحظات اخلاقیه که باید بدونی که وقتی یوزر دیتا خیلی زیاد وجود داره و ای آی داره حالا روشون کار میکنه و طبق اینا داره تصمیم میگیره، باید حواست باشه که مسائل اخلاقی رو رعایت بکنید دیگه. یه وقتی از شما از یه دیتایی از یوزر رو داری استفاده میکنی که بعداً داری حالا میخوای بهش یوزر اکسپریانسی بدی که اون یوزر راضی نبوده و دلش نمیخواسته و ناراحت میشه که شما چطور میدونید که مثلا من این مسئله شخصی رو دارم که حالا اومدی همچین چیزی به من پیشنهاد میدی یا مثلا داری این کار رو میکنی. این دیگه بستگی داره به محصول شما. AI رو باید به عنوان یک ابزار استفاده کرد. حداقل الان نمیتونی جایگزین بکنی با هیچ آدمی یا حداقل با دیزاینرها نمیتونی جایگزینش بکنی. این میتونه یک ابزار باشه که به دیزاینر کمک بکنه، بخاطر اینکه AI فعلا حداقل میتونیم بگیم در اون سطحی نیستش که بیاد جای مثلا دیزاینر رو بگیره. خیلی هنوز، حالا خیلی که میگم خیلی، وقتی میبینیم مثلا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه یه سال دیگه به اونجا میرسه، معلومه سرعت این تغییرات خیلی الان زیاده، ولی فعلا حداقل نمیتونه جای دیزاینر رو بگیره. وقتی سیستم AI رو میخواین توی محصولتون بیاریم، باید حواستون باشه که دائما بتونه خودش رو آپدیت بکنه. این بیشتر خب مثلا واسه طراحای سیستم‌های هوش مصنوعیه، ولی خب یو ایکس دیزاینرها هم باید اینها رو بدونن طبیعتاً، اگر دارن روی محصولی کار میکنن که از AI استفاده میکنه، که این AI دائما داره خودش رو با توجه به دیتایی که در لحظه از کاربر میگیره آپدیت میکنه. و کار دیگه که باید بکنید اینه که دیزاین هایی که از طریق AI میان، حالا چه ممکنه کپی باشه، ممکنه کپی یعنی تکست، یک متنی باشه، یا ممکنه یک دیزاینی باشه، یا ممکنه یه نتیجه گیری باشه، اینها رو دائما باید بیاریم تست بکنید دیگه و کاملا اعتماد نکنید به AI. و بحث دیگه که صحبت کردیم اکسسیبیلیتی و اینکلوسیویتی رو حتما خودتون باید در نظر بگیری. جدا از اینکه AI میتونه کمک کنه، باز هم شما هم باید در نظر بگیرید. این یک چیزیه که هیچ کدوم از دو سمت الان نمیتونن 100% راجبش کانفیدنت باشن. و مورد دیگه این که حتما آپدیت بمونید، چون که یک فیلدیه که همونطور که گفتم داره میاد که همه زندگی ما رو احتمالاً تغییر بده، واسه همین باید همیشه آپدیت بمونیم. و اینکه اینوست کنید، سرمایه گذاری کنید روی آموزش هر چیزی که مربوط به AI. اگر فکر می‌کنید جای لازم هزینه بکنید، وقت بذارید، زمانتون رو بذارید بخونید یا پولی خرج بکنید، تا جای ممکن
خب حتما سرچ بکنید که منبع درستی باشه، ولی تا جای ممکن این کار رو بکنید و این رو جزء اولویت ها باید قرار بدین امروز به عنوان دیزاینر. خب بریم ببینیم که AI چی کار نمیتونه بکنه حداقل امروز. AI احساسات و اون تفاوت‌های جزئی بین انسان‌ها رو نمیتونه بشناسه. چرا؟ چون ما AI اینجوریه که میاد بر اساس دیتا ترین میشه دیگه، همونطور که گفتم، و این دیتایی که الان وجود داره، یعنی رفته مثلا حالا کل اینترنت رو یا کل یوزرهای یک محصول رو یا هر دیتایی که وجود داره رو خونده و طبق اون آموزش دیده. ذهن انسان چیزیه که ما خودمون هم هنوز نمیشناسیمش، خودمون اطلاعات خیلی کمی راجبش داریم و تفاوت‌های شخصیتی افراد، اینکه احساسات و اون عملکرد ذهن انسان چه جوریه رو ما خودمون نمیدونیم. پس در نتیجه AI هم هنوز نمیتونه بفهمه که ذهن انسان چجوری کار میکنه و ما تفاوت‌های ظریف رو نمیتونه بفهمه. بحث دیگه که نمیتونه انجام بده اوریجینال کریتیو تینکینگ، اینم به همون دلیل قبلی. یعنی البته یه بحثی روی این هست که آیا ما خلاقیت اوریجینال داریم به صورت کلی یا نداریم، که این یک بحثی دیگه که آیا هیچ انسانی میتونه بدون اینکه راجع به چیزی بدون اینکه یک سری تجربیاتی رو داشته باشه و یک سری اطلاعاتی به دست آورده باشه خلاقیت به خرج بده. خب حالا سر این دعوا هست که بعضی میگن میتونه، بعضی میگن نمیتونه، ولی میدونیم که AI نمیتونه. AI نمیتونه از خودش بیاد چیزی خلق کنه. هر کاری که داره میکنه بر اساس تمام داده هایی که تا حالا به دست آورده و ریسرچ کرده. من این کنار رو بخونم چت ها رو. نمیشین که موضوع امشب برای غیر دیزاینر ها هم بسیار جالبه. بهش میکنم. بعد ریکورد هم داریم میکنیم. بعد گفتیم با این سرعتی که AI داره پیشرفت میکنه منطقیه که روی افزایش مهارت UI کار کنیم، یا بهتر که تمرکزمون روی UX بذاریم در کنارش کار با AI رو بالا ببریم. ببین این دوتا اصلا جدا نیست، اصلا UI و UX جدا نیست. اینجوری نیستش که بگین UI رو میتونه بیاد بزنه UX رو نمیتونه بزنه. اصلا همچین فاصله من بین UI و UX نمیبینم که مثلا حالا یکیش کاری باشه که کمتر ماشین بتونه انجام بده و یکیش کاری باشه که بیشتر ماشین انجام بده. هر دو در واقع زیر مجموعه UX دیزاینن. مثلا همین نه UI هم اتفاقا کاریه که مهمه و سخته و اینجوری نیست که AI خیلی راحت بتونه جاشو بگیره. یک نفر هم دستش بالا بود، من خواستم سوال جواب بدم بعدش ایشون صحبت بکنه. صدا ضعیف شده، کسی این چیز میکنه؟ صدام ضعیف شده یا اینکه اوکیه؟ الان این مدت نزدیک شدم. خوبه. اوکی. اوکی. خب سارنج دستت بالا بود، صحبتی نداری دیگه؟ اوکی. خب کار دیگه که AI نمیتونه انجام بده اینه که الان نمیتونه حساسیت‌های فرهنگی و حالا ترجمه کلمش میشه زمینه‌ای. خب سارنج دوباره جوین شد. شما دستت بالا بود، یه سوالی داشتی میخوای بپرسی یا؟ منظور اینه که یه سری AI ترینبل شده هست که ما به اونا دسترسی داریم، یا اینکه به نقطه‌ای رسیدیم که خودمون هم بتونیم AI ترین کنیم؟ یعنی به فراخور مثلا هدفی که داریم این AI رو در خدمت خودمون در بیاریم. یکی این خودمون مورد. یعنی کی؟ خودمون یعنی خودمون یعنی مثلا من حالا دیزاینر نیستم، مثلا شما فکر کن من این مترجمم، حالا نه کاش میتونستم مثالی همین حوزه دیزاین بزنم. یعنی درخواستی که من ازش دارم. نکته‌ات رو. اوکی. سوال بعدی رو هم میگی؟ مورد دوم همین جایی که میگه AI خلاقیتی از خودش نداره، به نظرم این همون نقطه است که تازه مثلا بخش تاریک AI شروع میشه. AI تا به امروز دسترسی نداره به همه منابع. اون روزی که به تمام منابعی که ما مثلا تو اینترنت تعریف کردیم دسترسی پیدا کنه، به نظرم
چیز مهار ناپذیری میشه و دیگه ما حتی نمیتونیم براش محدودیتی داشته باشیم. یعنی میدونی سوالم باز اینم میخوام ببرمش به سمت یک سوال تبدیلش کنم که خب AI کجا تموم میشه و اون نقطهش کجاست؟ آیا پایانی داره و یا روزی هست که ما در خدمت اون باشیم و نتونیم مهارش کنیم؟ همین. مرسی. مرسی. حالا سوال یکم فراتر از بحث امروزمونه. من سوال اول رو جواب میدم. گفتی که ما بتونیم ترینش بکنیم. اگر ما منظور انسان، خب یه عده‌ای اومدن چت جی پی تی رو ترین کردن و شده چت جی پی تی، ولی آیا شما میتونی ترین کنی؟ آره، الان خیلی ترینبل AI هایی وجود دارن، یعنی ترینبل اسیستنت هایی وجود دارن که شما آموزشش میدی. همین که شما میتونی یک صفحه چت جی پی تی رو باز کنی، بهش بگی که این نکته اول رو در نظر داشته باش، بدون من کیم، میخوام چیکار بکنم، هدفم چیه، فلانه فلانه فلانه، و کلی براش مینویسی. میگه حالا با توجه به اینها بیا حالا من ازت 7 10 تا سوال دارم یا کار دارم که میخوام برام انجام بدی. این در واقع شما اون رو ترینش کردی دیگه. یعنی اومدی بهش گفتی که فرض بگیر که مثلا میتونی بهش آموزش بدی که فرض بگیر تو یه آدمی هستی که سنت اینه، این تجربیات رو داشتی، این اتفاقات بر تو گذشته، اینجور اخلاقیاتی رو داری، آدمای دور و برت این شکلی هن. حالا تو همچین آدمی هستی، توی موقعیت اینجوری مثلا قرار بگیری چیکار میکنی؟ یه دونه جواب میده و در نتیجه آره تو این لول ترینبل هست. و قسمت دوم این که دسترسی داشته باشه، که خب الان هم دسترسی داره. مثلا چت جی پی تی الان به کل دیتا اینترنت دسترسی داره دیگه، به کل دیتا قابل دسترس، در واقع دیتایی که توی سرورها پنهانه که مثلا مال یوزرهای یا دیتای مخفیه و شخصیه، اونا که دسترسی نداره. ولی حتی اگه اونها هم دسترسی داشته باشه خیلی اتفاق نمیفته. اینجوری نیستش که بگه مهارناپذیر میشه و نمیدونم الان چیزی بیشتر از این که ما میدونیم نمیدونه، ولی یه روزی ممکنه که آره، این یه روزی ممکنه دور هم نباشه چیزایی بدونه که ما نمیدونیم. الان فقط میتونه از تمام دیتاهایی که ما میدونیم بیا جمع‌بندی کنه و یک ایده‌ای به دست بیاره. ولی اینکه مثلا اون نگرانی که حالا مهار ناپذیر باشه، باید تعریف کنی که خب تو این چه خطری وجود داره که این خطر رو بخوای مهارش بکنی، که این خودش بحث مفصلیه و یه بخشش فلسفیه، یه بخشش تکنولوژیکه و بخشش سیاسیه. حالا خیلی خیلی پادکست ها و شوهای زیادی و افراد زیادی راجع به این مسئله صحبت کردن، من میتونم شیر بکنم توی گروه. این هم از این. خب برگردیم از کارهایی که نمیتونست انجام بده. این که نمیتونه رفتار انسان رو که بعضن حالا تا این لولی که ما میتونیم راجبش بحث بکنیم قابل پیش بینی نیست رو نسبت بهش واکنش بده. یعنی شما اگر یک چیزی رو بهش بدی که تا حالا باش روبرو نبوده، نمیتونه چیکار بکنه و خطا میده. و حالا شاید دفعه بعدی که باش روبرو بشه دیگه اوکی بشه، ولی حداقل بار اول ممکنه خطا بکنه، چون که با همچین چیزی هیچ وقت روبرو نبوده. اینکه غیر از چت جی پی تی و میدجرنی چه ابزار ای دیگه معرفی میکنیم که باش کار کنیم مهارتمون رو بالا ببریم؟ من خودم خیلی استفاده نمیکنم. چیزی که استفاده میکنم ابزارهای ای داخل خود نرم افزار، مثلا داخل خود فتوشاپ. خیلی من ابزار دیگه ای رو الان استفاده نمیکنم و نمیشناسم چیزی که بتونه تو دیزاین خیلی کمک کنه. مثلا من دیدم که کالر پالت جنریت میکنن، نمیدونم کار اینجوری میکنن که به درد من نمیخوره دیگه. من مثلا این نیست که کالر پالت مثلا داشت. و مطلب بعدی inability to replace real user research. این هم یکی از مهمترین کارهایی که نمیتونه بکنه، اینه که ما دیتایی که بهش میدیم از انسان واقعی و کاربر واقعی داریم بهش میدیم و نمیتونه بیاد دیتا رو هم خودش جنریت بکنه، بگه اوکی من این سری دیتا جنریت میکنم بعد خودم میرم روی اونا ترین میکنم و قوی تر میشم. این کار رو نمیتونه بکنه و دیتایی که بهش داده میشه باید دیتایی باشه که از بیرون در واقع بهش داده شده. حالا یا در مورد انسانه یا مثلا فرض کنید اگر آب و هواس راجع به
دیتا مابقای زمینه و اینها. مرسی. بله آره، واسه هر کاری AI هست میتونید سرچ کنید، ولی کاربردی ترین همین دوتا. خب حالا برسیم به چت جی پی تی. برای کسایی که کمتر آشنایی دارن یه ذره راجع به خود چت جی پی تی صحبت می‌کنیم و اینکه چطوری ما میتونیم خیلی خوب و درست حسابی ازش استفاده کنیم و تو کارامون جلو بیافتیم. چت جی پی تی چیه؟ یک اصطلاحاً لارج لنگویج مدل LLM که شرکت اوپن ای آی ساختتش و طراحی شده که متنی بتونه متن‌هایی که مثل زبان انسانان رو بفهمه و خودش هم بتونه تولید بکنه. حالا LLM و چت جی پی تی بخوایم راجع به ویژگی‌هاش صحبت بکنیم، این یکی از ویژگی‌هاش Natural Language Understanding and Generation. این خب کلی ترین چیزش که میتونه زبان طبیعی انسان رو بفهمه و بفهمه اولا چی میگی و پاسخ بده دیگه و جواب بده به هر چیزی که بهش بگی. اگر یک انسان بتونه اون جمله رو بفهمه، چت جی پی تی هم میفهمه. کار دیگه ای که میکنه از اینتراکشن ها یاد میگیره، یعنی این یه زمانی خب ترین شده و بعد از وقتی که لانچ شده و همه دارن استفاده میکنن، با هر اینتراکشنی که با هر یوزر داره و هر چیزی که شما ازش میپرسین و بعد بهش میگید که نه منظورم این بود، اینو به من بده، حالا بیا این کارو بکن، این کارو کن، با همه اینها هم که داره با تمام آدمای دنیا الان کار میکنه، داره باز یاد میگیره و همین باعث میشه که سرعت یادگیریش خیلی خیلی بالا بره. و کاربرداش رو گفته که ایمیل میتونید بهش بدین بنویسه، بهش بگی که من میخوام یه ایمیل بنویسم همچین تون زبانی داشته باشه و همچین مواردی توش باشه، کامل براتون مینویسه. توی کدینگ میتونید استفاده کنید. کسایی که برنامه‌نویسی میکنن میتونن بهش بگن که یک کدی برای من بنویس که بیا مثلا فلان چیز رو، یا هر نوع کدی. الان مثلا من میتونم همینجا براتون انجام بدم، بنویسم که مثلا چی give me a HTML code for a simple page. حالا نمیدونم مثلا کانتنت پیج من چیه، ولی اینجا کد رو میاره اینجا برای شما جنریت میکنه. برای کسی که برنامه نویسن یا میتونن کدشون رو بدن، بگن که این باگش چیه، ایرادش چیه این کد، یا بپرسن ازش که اصلا این کد چی کار میکنه اگر کد جدیدی که باش رو هست. کار دیگه که میتونه کانتنت درست بکنه، هر چیزی که بهش بگین براتون مینویسه و میتونید ازش بپرسین که شما رو آموزش بده، سوال بپرسین ازش. حالا چطوری کار میکنه؟ چت جی پی تی is based on the GPT. این GPT که توی اسمشه یعنی چی؟ یعنی Generative Pre-trained Transformer. حالا این فارسی فکر نمی‌کنم مثلا بشه این کارو کرد که میشه ترانسفورمر، انتقال دهنده از قبل آموزش داده شده جنراتیو تولید کننده. همین چیزی که راجبش صحبت کردیم تا الان دیگه، یعنی میاد آموزش میبینه بر اساس تکست هایی که توی کل اینترنت وجود داره و بعد از اینکه آموزش دید، حالا شما ازش سوال میپرسید، زمان حرف شما رو میفهمه و با توجه به اون دیتایی که داره و رفته همه اینا رو خونده، میاد جواب شما رو میده. و evolving capabilities یعنی طبیعتا همین کاری هم که همه دارن ازش استفاده میکنن و همه اطلاعاتی که هر روز داره بهش وارد میشه هم کمک میکنه که قابلیتاش بالا بره و قوی تر بشه دیگه. پس این از چت جی پی تی. یک ظاهرش رو هم که میبینید، یک وبسایت خیلی ساده، شما لاگین ساین اپ میکنی، یه صفحه چت به شما میده، اینجا میتونی براش بنویسی و این جواب شما رو میده. مثلا میتونی بگی که what is UX design.
کامل براتون می‌نویسه. هر دیتایی که ندارید، هر چیزی که براتون سواله، هر مسئله‌ای که دارید. و من یه لحظه ریفرش کردم پیجو و میاد اینجا براتون کامل توضیح میده. خب کسی که بخواد تازه شروع کنه از چت جی پی تی استفاده کنه واسه یو ایکس دیزاین چیکار باید بکنه؟ اول باید یه ذره با قابلیت‌های AI آشنا بشه، یعنی همین کاری که ما داریم میکنیم، و بفهمه که این ابزارها چیکار میتونن بکنن، چیکار نمیتونن بکنن. مثلا چت جی پی تی متن تولید میکنه و حالا ایده میتونه به شما بده، کد میتونه به شما بده، و میدجرنی مثلا ابزاریه که تصویر به شما میتونه بده، یعنی ازش میخواید که یک عکسی بر من آماده کن که این ویژگی ها رو داشته باشه. اول باید بشناسین اینها رو و با پروژه های کوچیک شروع بکنید. طبیعتاً یهویی بخواید مثلا خب یه پروژه خیلی بزرگ رو با چت جی پی تی جلو ببرین، شاید خیلی جاز مشکل بخورید. شروع کنید تو چیزای کوچیک ازش کار کشیدن و استفاده کردن. این باعث میشه که بفهمید که کجاها محدودیت داره. خودتون هم یاد میگیرید که چطوری باش استفاده رو، چطوری باش کار بکنید، ازش استفاده کنید. چون این سری محدودیت ها داره، باید یه جوری بعضی وقتا دیتا رو بهش بدی. حالش من الان چت جی پی تی 4 رو دارم چند وقت استفاده میکنم، کمتری محدودیت ها رو داره. البته خب چت جی پی تی 4 پولیه و حالا پلنش نمیدونم چقدر، فکر کنم $20 در ماهه. خیلی بهتره و خیلی قوی تره تو این کار، ولی خب به هر حال محدودیت های خودش رو داره دیگه. شما باید بفهمید که چطوری با تمرین زیاد خودتون هم بفهمید که چطوری ازش کار بکشید و سعی کنید که تجربه کنید، اکسپلور کنید، بگردید، هر چیزی که به ذهنتون میاد اونجا بیاید بنویسید، باهاش صحبت بکنید، نظرش رو بخواید و این خیلی کمک میکنه که راحت بشین تو کار کردن باهاش و اروراشو بفهمید کجاها این نمیتونه کمکتون بکنه و شما چجوری باید جمله رو بهش بدی یا چه چیزی ازش بخواید. این چت ها رو اگر خیلی مهم بود حرفتون هند ریز کنید، صحبت بکنیم، وگرنه من میذارم این موضوع بعدتر میخونم که اینتراپ نشه. ولی اگه خواستین بین این صحبت ها نظری بدین هند ریز بکنید، میتونید صحبت بکنید. حتی میتونید همینجوری میکروفونتون هم باز بکنید و صحبت کنید، حتما لازم نیست دستتون رو بریم بالا. چیز دیگه ای که هست، باید شما این بحث اخلاقیات و بایس هایی که توی این AI ها هست رو بشناسید. اینها رو که دیزاین میکنن میان یه سری بایس های اخلاقی هم بهش میدن، یعنی یه چارچوب هایی بهش میدن. مثلا چت جی پی تی هیچ وقت چیزایی که مثلا ریسیستی باشه یا چیزهایی که حساسیت های این شکلی روش وجود داشته باشه رو نمیاد تولید نمیکنه. وقتی ازش مثلا میپرسید یه مثلا بهش یک تصویر میدی که بیا اینو مثلا یه کپچا رو بیا مثلا بخون و برای من بگو چیه، نمیخونه. در حالی که البته اینو دور زدن، اومدن مثلا یه کارایی کردن، یه چیزایی درست کردن، کپچا رو یه جوری دیگه به خوردش دادن. اون قسمتی که از وقتی میگید ثبت نام میکنید توی هر سایتی میزنید من ربات نیستم، در واقع که اون ربات هم میتونن همون کارو بکنن. بعضی وقتی کپچا به شما میده، میگه این متن رو اینجا تایپ کن، متن قاطی یه سری خط خطی و رنگ و رنگ و اینهاست و اینجوری خیلی واضح ننوشته. ولی اینها هم میتونن اینو بفهمن، ولی اگه مستقیم بهش بدی جوابتون نمیده، میگه من نمیتونم کپچا رو بخونم. پس این محدودیت ها رو براش گذاشتن. AI رو حتما با اون قضاوت انسانی خودتون حتما بیاین مقایسه بکنید. به عنوان یک ابزار باید ازش استفاده کنید. این که مثلا حتما هر چی بگه درسته یا هر کاری میکنه درسته، نه، ارور زیاد داره. شما باید به عنوان یک ابزار حتما خروجیش رو بیایی تست بکنید یا بازنگری بکنید. طبیعتا باید به عنوان دیزاینر با AI ترند ها
آپدیت بمونی، مثلا تو حوزه UI UX خیلی میتونه کمک کنه برای لرنینگ و برای آموزش و ایده گرفتن و اینسپایر شدن AI. این در واقع کاری که من خودم خیلی استفاده میکنم، هرچی نمیدونم میپرسم، کامل ازش توضیح میخوام. و حتی من یک دستیار صوتی پیدا کردم چند روز پیش، 2-3 روز استفاده کردم، دیدم که خیلی محدودیت داره دیگه ازش استفاده نکردم، ولی خیلی باحال بود. 5-6 تا وایس روش بود و حالا نمیدونم خودشون لارج لنگویج مدل بودن یا وصل بودن به چت جی پی تی یا چی، از چت جی پی تی ضعیف‌تر بود. سوالو تایپ می‌کردی متأسفانه نمیتونستی سوالو به صورت وایس بهش بدی، ولی اون هم با متن هم با وایس به تو جواب میداد و خیلی برام جالب بود. وقتی که تو گوشم بود و مثلا یه چیزی می‌نوشتم بعد اون شروع می‌کرد توضیح دادن، دیگه مجبور نبودم بخونم. خیلی برام جذاب بود. بفرمایید. این که میگی از AI به عنوان دستیار استفاده می‌کنی نه، یعنی آیا جایگزین گوگل شده برای شما؟ یعنی همین خیلی دیگه زیاد دارم. آره خیلی زیاد، یعنی کار گوگل رو که کامل انجام میده. حالا گوگل یه وقتی هست تو راجع به یک چیزی، یک سایتی داری سرچ میکنی، مثلا میخوای من سایت آمازون نمیدونم چیه، یا سایت ویدیو مثلا اینکه تازه اومده تو یوتیوب و میخوام یه ویدیو راجع به چیز ببینم، خب میری تو گوگل سرچ میکنی، نمیتونی چت جی پی تی سرچ کنی. ولی اگه سوال داری راجع به چیزی میخوای بدونی، من کاملا همیشه چت جی پی تی بازه و دارم باهاش کار میکنم، یعنی روزانه و دائما. گوگل دیگه اونقدر دقیق جواب نمیده. چند وقت پیشم گوگل اومدن AI خودشون رو در واقع معرفی کردن. حالا بارد الان هست که یه سری کارا میکنه خوبه، ولی اون رونمایی چند ماه پیشون هم خیلی بد بوده، اصلا خیلی سوتی توش داشت. فعلا حالا نتونسته گوگل کاری بکنه در سطح چت جی پی تی. AI خیلی میتونه خیلی از تسکا بفهمه. البته بعضی وقتا مخصوصا اخیراً توی 1-2 ماه اخیر چت جی پی تی خیلی تنبل شده. خوبه که گاهی وقتا نظر باردم بپرسین، بالاخره رایگانه دیگه. آره این هم آره بارد رو هم سرچ میکنید ازش. من خودم کمتر ازش استفاده میکنم، یه خیلی راحت نیستم باشه. حتما اتوماسیون رو با پرسونالیزیشن یه بالانسی باید انجام بدید، یعنی خیلی کارا رو میتونه AI انجام بده. شما میای مثلا بهش میگی که من میخوام یه مقاله بدم راجع به یه موضوعی، 10 تا مثلا آیتم توش هست، بیاین 10 تا رو توضیح بده. خیلی وقتا میاد اون 10 تا رو یه شکل و با یه ساختار مثلا میاد به شما توضیح میده و تو میخوای که یه ذره اینا متنوع باشن، یکیش بیشتر توضیح بده، یکیش کمتر توضیح بده، یکیش رو بیاد به موضوعات دیگه ای بپردازه. اینا رو هی باید دونه دونه بهش بگی که خب نه تو این موضوع حالا بیا این کارو برو تو، حالا تو این پرسونالیزیشن خب تو خیلی از کارها لازمه، یعنی اینجوری نیست که اتوماتیکش بکنی و دیگه همه کارا رو دائما انجام بدی. حتما با دیزاینرهای دیگه صحبت بکنید راجع به خروجی هایی که از چت جی پی تی میگیرید، فیدبک بگیرید. خیلی وقتا چیزایی که میگه درست نیست یا شما کانتکست رو و اون زمینه رو درست براش تعریف نکردید که اون فیدبک رو به شما داده، در نتیجه میبینید که اون خروجیه دقیقاً مناسب مثلا کار شما نیست. مثلا همین همیشه باید فیدبک بگیریم، به جز این اگر خودتون میتونید تشخیص بدین، اگر نتونستین تشخیص بدین فیدبک بگیرین. حتما خب خیلی هم ممکنه بتونن بفهمن ایرادها. و چیزی که هست شما باید تمرکزتون روی حل مسئله باشه دیگه، یعنی همیشه اول باید بدونید که خب من الان چه مسئله ای رو میخوام حل کنم، چون اگه شما ندونید که میخواید چه مشکلی رو حل بکنید، چت جی پی تی قطعا نمیدونه چه مسئله ای رو میخواد حل بکنه. وقتی که بفهمی که چه مسئله رو میخوای حل بکنی دقیقاً، خب بهتر میتونی ارتباط بگیری با ابزارهای AI. یه سری ترفندهای عملی که مثلا وقتی شما دارید به عنوان UX دیزاینر یا UI دیزاینر از چت جی پی تی استفاده میکنید، دقیقاً چجوری این استفاده مثلا چجوری میتونه باشه، چی کارا میتونی بکنی. یکی از کارا که خیلی استفاده میکنم من خودم UX کپی جنریشن. یک
کپی یک متنی واسه یک جا، حالا یه میکروکپی باشه روی لیبل یه باتنی باشه، یا یک متنی واسه دیسکریپشن یک فیچری باشه و بخوام این متن رو بنویسم، خب خودم طبیعتا هم محدودیت زبان دارم، یعنی هر چقدر هم خب زبانم خوب باشه من نمیتونم مثل یه آدمی که کارش حتی مثلا انگلیسی زبان ها هم نمیتونن، تو اونها هم یه سری افراد تخصصشون اینه که بتونن خوب بنویسن. واسه همین این خیلی کمک میکنه، میگی آقا یه متن بنویس که من میخوام استفاده کنم. مثلا اینجا من یه مثالی زدم که روی مثلا باتن لیبل من میخوام یا ایرور مسیج یا میکروکپی میخوام استفاده کنم. چجوری این کار رو انجام میدم؟ میرم میگم به چت جی پی تی که موضوع بهش میگم من یه باتنی میخوام، مثلا اینجا گفته که وقتی که یک ارور فرندلی یعنی دوستانه بنویس، یعنی تون مسیج رو بهش میگم آقا فرندلی بنویس، جدی بنویس، یا بیا مثلا رسمی بنویس، یا اون تون رو بهش میگی. بعد برای وقتی که یوزر داره مثلا یک ایمیل اشتباه وارد میکنه، این ارور رو من میخوام بهش نشون بدم، اینو به من بده. بذار مثلا همینو بریم بنویسیم ببینیم چی جواب میده. Write a friendly error message for when a user enters an invalid email address. اینجا چت جی پی تی پیست میکنیم، میگه حتما این هم مسیج شما. اوپس، مثلا با اوپس شروع کرده، بخاطر اینکه بخاطر خیلی فرندلی و خیلی صمیمی باشه. چیزی که وارد کردی میگه مثلا یه تایپو داره. تایپو هم باز کلمه‌ایه که مثلا نمیگه ایراد تایپوگرافیکی داره، میگه تایپ. این هم باز کلمه‌ایه که شاید غیر رسمی تره. Would you please double check it? We want to بذار من یکم زوم کنم. We want to make sure you can stay in touch. We can stay in touch with you. مثلا این رو هم بهش اضافه کرده به خاطر فرندلی بودن، یعنی ما می‌خوایم مطمئن بشیم که حتما با تو در تماس خواهیم بود با این ایمیلت، نمیخوایم از دستت بدیم. یه مقدار احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری ایجاد کرد. چی باید در نظر بگیریم؟ باید حتما چیزی که به ما میده رو ریویو کنیم، اگه لازمه تغییرش بدیم. نباید کپی پیست بکنیم، خیلی وقتا ممکنه یه بار باید بخونی دیگه، ممکنه اون چیزی که تو میخوای نباشه. ممکنه با وایس برندت مثلا یا اون کانتکسی که داری راجبش صحبت میکنی، یا مثلا تو این مورد این ارور شاید اصلا بلند باشه. شاید تو میگه آقا من یه ارور 5-6 تا کلمه میخوام اون زیر مثلا اینپوت فیلدم بنویسم، اینو من اونجا نمیتونم جا بدم. کار دیگه که میتونیم کنیم، ریسرچ های اولیه‌مون رو میتونیم خیلی وقتا با چت جی پی تی انجام بدیم. اطلاعات اولیه راجع به مثلا دیزاین ترند ها و بست پرکتیس ها راجع به محصولی که داری دیزاین می‌کنی، بپرسی آقا اینها رقیباش مثلا کیان. اینو باید البته در نظر داشته باشی که این چقدر آپدیت دیگه. یه وقتی از توی فیلدی شما دارین میپرسین که تا سال 2021 یا اگر این ورژن استفاده می‌کنید، فکر می‌کنم اینم تا آپریل 2023 آپدیت. دیتاشو باید حواستون باشه. این مثلا رقیب‌های من توی بازار کیان؟ من دارم یه محصول دیزاین می‌کنم که توی این اینداستریه. بهترین مثلا بست پرکتیس ها کیان؟ یا ترندهای دیزاین رو مثلا ازش میپرسی که امروز مثلا چیه. یه مثالش اینه که what are the latest trends in mobile app navigation. مثلا تو موبایل اپ نویگیشن آخرین ترندها و دستاوردهایی که داشتن افراد و دیزاینرها چی بوده. و باید حواست باشه که حتما باید جای دیگه هم بری چک بکنی که آپ تو دیت باشه و سورسش معتبر باشه. میتونی ازش بپرسی که سورس چیه و مثلا سایت های دیگه اینها رو هم بگو، چون ممکن این رفته کل اینترنت رو گشته اینو برات آورده دیگه، این مشخص نیست دقیقاً از کجا به این رسیده. تو برین استورمینگ حتما میتونه خیلی کمک بکنه برای یه سری حل کردن یه سری چالش ها. مثلا how can I improve the user experience of checkout process in an e-commerce app. چطوری میتونم
تجربه چک آوت کردن رو و خرید رو توی سایت ای کامرس بهتر بکنن. این میاد به تو ایده میده دیگه، میاد میگه که این 10 تا کار میتونی انجام بدی، یا میتونم همین الان اینو ازش بپرسم. مثلا حتی میتونی شما بگی به اینو که بنویسی، بعدش بنویسی give me 20 مثلا tips، 20 تا تیپ به من بده برای اینکه بتونم یوزر اکسپریانسشو بهتر کنم. واقعا میشینه این 20 تا رو مینویسه. یعنی حالا نمیدونم 100 تا رو بگی بتونه بنویسه اینا، چون این محدودیت تکست داره تو جواب دادن. مثلا میگه دیزاینت رو ساده کن، چیزهای مختلف رو ازش حذف بکن، مثلا پروگرس ایندیکیتور بذار. حالا من بعضیش رو میگم، 20 تاشو طبیعتا نمی‌خونیم. گست چک اوت آپشن، مثلا اگر طرف هنوز لاگین نکرده بذار چک اوت بکنه و بعدش حالا یعنی این پروسس رو بذار تا سبد خرید و تا اونجا ادامه بده. اما اول نگو اول لاگین کن بعد بیا محصول ما رو به سبد اضافه کن مثلا. حالا اگر یوزریه که میتونی اتوفیل بکنی اینفورمیشنش رو، دیزاین ریسپانسیو مثلا باشه چون ممکن از موبایل بیاد، بتونه سبد خریدش رو سیو بکنه، حالا بعداً بیاد بهش اضافه بکنه، کال تو اکشن واضح باشه. همه اینا رو میاره مینویسه، 20 تا آیتم براتون مینویسه و این 20 تا رو شما بیای پیاده کنی روی دیزاینه، طبیعتاً یک جهشی میکنه و یک اتفاق خیلی خوبی برای دیزاین شما میفته. بفرمایید. خیلی سوال زیاده. الان سوال من اینه که نه این چیزی که من دارم میبینم این داره به شما سورس و منبع نمیده و خب مثلا راجع به یک سوالی که الان شما پرسیدی، خب معلومه دیگه یه چیزی میگه یا به نظر شما معقول منطقی گوش میکنی یا نمیکنی. ولی مثلا یه سوالی داریم مثلا پدیده بادر ماینهوف چیه؟ خب شما نمیدونی چیه و از کجا میدونی اون جوابی که اون داره میده منبعش چیه، مرجعش چیه؟ چون چت جی پی تی داری بهش اعتماد میکنی یا اینکه به تو سورس میده؟ چون که مثلا بری تو گوگل بزنی میری مثلا چه میدونم ساینس دایرکت رو باز میکنی که مطمئنی این یه منبع معتبریه. این اعتبار سنجی پاسخهای چت جی پی تی مسئولیتش با کیه؟ مسئولیتی که قبول نمیکنه، یعنی میگه که من دارم به تو پاسخ میدم، خودت برو اعتبارش رو به دست بیار. ولی میشه سورس پیدا کرد، بستگی داره به اینکه اون چیزی که داری میپرسی چی باشه. مثلا من به عنوان یو ایکس دیزاینر این 20 تا رو میبینم که خب اوکی من همینا رو میدونستم، شاید الان یادم نبوده مثلا توی دیزاینم رعایت کنم، مثلا حواسم نبود که دلیوری آپشن فلکسیبل باید بدم که مثلا پست پرچیس کامیونیکیشن، یعنی آقا بعد اینکه خرید انجام شد تموم شد برم از یوزر بپرسم، یه کامیونیکیشنی بکنم که چطوری بود، خوب بود، مثلا اون چیزی که استفاده رسید نرسید و همینا، یه مکانیزمی واسه فیدبک. خب من اینو نیاز به چک کردن ندارم. ولی اون چیزی که شما گفتی که منم نمیدونستم چیه، بادر مایند هوف، خیلی وقتا خب یه توضیح میده و سورسی نداره. خیلی وقتا هم میتونی ازش بپرسی که آقا مثلا سورس این کیه، مثلا تو بحث این مسئله که مثلا نمیدونم چیه، کی راجبش صحبت کرده و این نظری که میدی مثلا نظریات بیا مثلا اندیشمندای مختلف با من بگو و اسمشون رو به من بگو. میاد اونجا مینویسه میگه فلانی تو فلان کتاب مثلا اینو گفت، فلانی اومده رفته مثلا توی سمینار مثلا اینو گفته. اینها رو هم ازش بپرسی اگر حالا وجود داشته باشه بهت میگه دیگه. من این چطا رو دارم میبینم، سعی میکنم بعدش حالا تموم شد دیگه. من یه چی بگم ببخشید. یه سری پلاگین هست که میتونی نصب کنی مثلا روی کروم که بهتون اگه اونجا سرچ کنین مثلا تو گوگل پلاگین مربوط به چیز چت جی پی تی، اونا کمک میکنن که مستقیم لینک رو بهتون میده، یعنی سورس اگه میخوای بهت میده. این هم که یک چیز دیگه. مائده هم دستش بالا بود، می‌خواستین صحبت کنید. ببخشید من میخواستم تجربه خودم از اینکه منبع خواستم بگم. در مورد کلیت جوابی که میده معمولا منبع درستی ارائه نمیده، چون
جوابی که میده از یه منبع نیست، کلی چیز رو میگه. ولی اگه یه تیکه رو ازش بپرسی که مثلا این رو بر اساس چی داری میگی، منبعی که داری ازش صحبت میکنی کدومه، یه سری منابع میگه که حالا من تجربه‌م این بوده که اون منابع هم اشتباه میگه. مثلا رفتم گشتم اون منبع رو پیدا کردم و گفتم خب این که اینو نگفته، و میگه که خب نه آره درسته اینو نگفته، ولی خیلی دقیق نیست منابعی که میگه، چون جمعی از مطالبی که در واقع دریافتی بوده رو ارائه میده. دقیقاً. آره این میشه همون چیزهایی که باید AI رو و قابلیتاش رو بشناسی دیگه. یعنی باید ببینی که تو چجوری داری ازش استفاده میکنی. بعضی وقتا میگه به تو منبع، بعضی وقتا نمیگه دیگه. حالا تصمیمش که چقدر اون چیزی که ازش خواستی حساسه و مهمه برات که منبع درستی داشته باشه، اینجا دخیله توی این تصمیم گیری. اوکی. بله من فایل این رو توی گروه تلگرام میذارم. حالا من چت ها رو میگم، اینها تموم شد بعدش میخونم، ولی اگه خواستین الان میتونیم صحبت بکنیم. کجا بودیم؟ گفته که اگر آیدیا جنریشن میکنید یا برین استورمینگ دارید میکنید با کمک چت جی پی تی، بیاین که حتما به عنوان این ساجستشن ها رو استارتینگ پوینت در نظر بگیرید، خودتون دوباره روشون فکر بکنید، خودتون در اینها رو بازنگری بکنید و مثلا کورکورانه جلو نرید دیگه. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم به عنوان یو ایکس دیزاینر، میتونیم یوزر فیدبک رو آنالیز بکنیم. مثلا میتونیم این فیدبک ها رو بدیم به چت جی پی تی، بگیم اینا رو بخون، حالا هر سوالی که داریم ازش بگیم مثلا به من نتیجه بده. میگه یک تعدادی فیدبک رو، کامنت رو، یوزر کامنت رو کپی میکنیم توی چت جی پی تی و بهش میگه آقا اینا مسئلهشون چیه. مثلا میاد تو توضیح میده که خب اینا با فلان قسمت سایت یا فلان مسئله محصولت مشکل دارن. بعد میتونی همونجا ازش بپرسی خب من چیکار بکنم که این بهتر بشه. میتونی خودت بیشتر راجع به محصول توضیح بدی، بهتر میتونه بهت کمک بکنه. و بعد گفته که حتما چیزایی که میگه رو دوباره برو خودت ریویو بکن. بیشتر کانسیدریشن اینه که یعنی شما این راه حلایی که میگیرید حتما باید خودتون هم حواستون باشه که درست باشه. یوزر پرسونا مثلا میتونیم جنریت بکنیم، میتونیم یک اطلاعات دموگرافی که رفتیم توی ریسرچ هامون و توی سروی هامون، پرسشنامه هامون به دست آوردیم و بیایم بدیم، بگیم من پرسونام اینه، یک مثلا مرده فلان سنه، نمیدونم شغلش اینه، کانسرنش اینه، اینو بیا بر من بکن. یه پرسونای با جزئیات زیاد و خوب میاره، قشنگ هم خوب مینویسه، چیزای مختلف بهش اضافه میکنه، کانسرناشو بهتر میکنه و طبیعتا میتونید ازش تو این زمینه هم کمک بگیریم. باید دوباره بخونید ولی خب مطمئن بشید که واقع گرایانه است و مثل استریوتایپ مثلا حالا برخورد نکرده، اطلاعاتی رو پیش فرض نگرفته که شاید توی پرسونای شما نیست. سروی و اینترویو، سوالای سروی و اینترویو میتونید باش درست بکنید. مثلا بگید که من میخوام فلان اطلاعات رو به دست بیارم، تو بیا برای من سوال و گزینه واسه اینا طراحی بکن. این کاری که مثلا من خودم امروز انجام دادم، اومدم گفتم که الان باید برم توی گوگل درایو، ببخشید من این پایین باز میکنم. من رفتم ازش پرسیدم که از چت جی پی تی گفتم که یه دونه برای من، یه تعداد سوال برای من درست بکن که سوال و بین 2 تا 6 تا گزینه داشته باشن، بر اساس اینکه من میخوام راجع به آیس کریم بستنی من میخوام ریسرچ انجام بدم دیگه، میخوام یه مقدار
راجع کل هر چیزی که راجع به بستنی هست و سوال بپرسم. این تعداد برای من سوال درست بکن و بهش گفتم میگه همه رو تو این فرمت بذار، بیا بنویس Q 2 نقطه سوال آپشن 1 2 نقطه آپشن 2 2 نقطه و 3 تا نقطه گذاشتم. اینو خودش میفهمه. اومد اینا رو برای من درست کرد. اومد گفت سوال اول What's your favorite fruity ice cream flavor؟ طعم میوه‌ای بستنی، ببین مثلا طعمای میوه‌ای کدومش رو بیشتر دوست داری؟ مثلا لیمو، رزبری، نمیدونم بلوبری فلان. سوال دوم گفته دوست داری بستنی چطوری سرو بشه؟ توی مثلا تاپینگ داشته باشه، میلکشیک باشه، اسکوپ باشه، نمیدونم چیزای مختلف. چه فاکتورهایی برات خیلی مهمه واسه اینکه طعم بستنی رو انتخاب بکنی؟ مثلا شیرینیش مهمه، خامه‌ای بودنش مهمه، برندش معروفیتش مهمه، یا چند وقتی رو بستنی میخوری، چه فصلی بستنی بیشتر میچسبه. What's your stance on dairy free ice cream؟ dairy free مربوط به بحث سلامت دیگه. من دیگه نمیدونم دقیقا چیه این رو. کسی میدونه میتونه من کمک بکنه. میگه نظر راجع به بستنی‌های دایری فری چیه؟ دوستش دارم یا مثلا سنتی ها رو بیشتر دوست دارم، نخوردم، یا برام فرقی نمیکنه یا بعدم میاد. اینم این که هم چیزایی است که حتما میگم دیگه خودتون باید چک کنید. مثلا من اومدم اینو نوشتم، این داکیومنت رو فعلا همینجوری کپی پیست کردم هر چی بوده اینجا، در حالی که وقت نکردم هنوز بیام دوباره نگاه بکنم ببینم سوالا چیه، دقیقاً راجع به چه چیزایی پرسیده، آیا این سوال اصلا سوالی که من به دردم میخوره یا نمیخوره. میتونم یعنی سرچ کنم چیز جالبی شاید باشه. از خودش بپرس. از خودش میشه پرسید. داره what is dairy free ice cream type of frozen design without any dairy products like milk. آها، مثل همین چیزایی که مثلا بدون لاکتوز و اینجور چیزاست که از شیر و خامه درست نشده. حالا چیزای دیگه که لاکتوز ندارن. آره حدس می‌زدم اون باشه، ولی حالا این اسم رو نشده بود که بعضی آلرژی دارن به لاکتوز و خلاصه. میگه آقا نظر راجع به این بستنی چیه؟ منم حالا نمیدونم تا حالا خوردم یا نه، حداقل آگاهانه نخوردم. خب اینم از این. drafting user surveys، accessibility guidance. یکی از کارهای دیگه که میتونید کنید که آقا به عنوان رفرنس بگید به من میخوام فلان محصول رو دیزاین بکنم، راجع به accessibility به من توضیح بده که توی این محصول چطوری میتونم اینها رو کاور بکنم. یه سریشون تو میدونی، یه سریشون نمیدونی دیگه. میاد میگه خب این accessibility ها هست، هر کدومش میتونی این کارا رو بکنی. برای کسی که مثلا این کارو مثلا میخواد این محصول رو توی محیط بیرون استفاده کنه، تو جای پر سر صدا میخواد استفاده کنه، مشکل بینایی داره و همه اینا. بعد مسئله بعدی language and tone analysis که خب اینو راجعش صحبت کردیم. میتونید متن بهش بگی که اولا به انگلیسی خیلی خوب اینو بنویس، من همینجوری مثلا زبانم ممکنه ضعیف باشه، بعد بیا اینو تونش رو دوستانه کن یا جدی و رسمی کن. خب اینا هم دیگه تو اینجور شده خیلی خوبه. این از چت جی بی تی. غیر لبنی مثل شیر بالدون یا شیر نارگیل شیر بالدون. اوکی مرسی. آلرژی به شیر. میدجرنی چیه؟ حالا میدجرنی خیلی زیاد بر من استفاده نمیشه. یعنی من بیشتر بحث کاری که با میدجرنی انجام میدم بحث خلاقیته تا اینکه مثلا توی یو آی و یو ایکس میخوام ازش استفاده کنم. استفاده کردم گاهی توی طراحی ها، ولی اینقدری خب زیاد نبوده دیگه.
حالا میدجرنی اصلا چی هست؟ یک هوش مصنوعی جنراتیو مثل همون چیزی که چت جی پی تی بود هست که یک آزمایشگاهی اصطلاحاً به نام میدجرنی اینک، این اسم چیزشه، شرکتشه که این رو آورده تولید کرده، مستقله و اوپن سورس هم نیست. یه چیزی مثل دال-ای اوپن ای راجع به چت جی پی تی که صحبت کردیم، چت جی پی تی حالا تو این ورژن 4ش دال-ای رو هم داره، یعنی دال-ای یک برنامه یا یک هوش مصنوعی تولید کننده عکس generate an image of حالا این دایری فری رو بل نمی‌کنیم، دایری فری آیس کریم. اینجا اگر بفهمیم شروع میکنه با استفاده از دال-ای این رو جنریت کردن. حالا میدجرنی هم مثل همینه، ولی میدجرنی خب خیلی بهتره، خیلی قوی تره. فرقی که دارن حالا راجبشون صحبت میکنیم. من تا این جنریت بکنه لوگوشون هم اصلا دوست ندارم، نمیدونم چرا اینجوریه. کاری که میکنه اینه که عکس تولید میکنه برای کسایی که میدجرنی رو نمیشناسن. خیلی از این عکس‌های هوش مصنوعی که میدجرنی تولید کرده و بعضی وقتا خیلی ریالیستیک، واقعیه و خیلی وقتا خیلی هنریه و خلاقانه است، یعنی کارهای خیلی جذابی تونستن باهاش بکنن. رایگان میشه ازش استفاده کرد؟ نه متاسفانه رایگان نیست. پلنش حداقل $10، بیسیک پلنشه، $60 پریمیومشه و حالا پلن‌های مختلفی داره. از دال-ای آیا بهتره؟ برای طراحی جنریت کردن عکس ها به طور کلی بله بهتره. خیلی اولا ریالیستیک میتونه جنریت بکنه، دال-ای نمیتونه و خیلی کارهای خلاقانه تر و جذابتری میتونه تولید کنه. دال-ای یه خوبی که داره اینه که قابل اعتماد تره، یعنی وقتی بهش میگی یه چیزی جنریت کن دقیقاً همون رو برات جنریت میکنه و سوتی و ارور توش کمه. تو بعضی وقتا تو عکسای میدجرنی سوتی هست، مثلا توی انگشتا، توی اون چیزی که اصلا بهش گفتی رو میبینی یهو یه چیز دیگه برداشت جنریت کرده. این اتفاق گاهی میفته. چطوری ازش استفاده میکنی و کجا بود کنم این اشتباه نوشتم، این باید اینجا نوشتم. آره ببخشید، من اینو میارم اینجا، سوتی دارم. چطوری ازش استفاده میکنید؟ بعد دیسکورد ثبت نام کنید، دیسکورد رو اپش رو نصب بکنید و ساین اپ بکنید، بعد میدجرنی رو توش سرورش رو پیدا بکنید، خیلی ساده است. اینویتیشنش رو اکسپت بکنید، یعنی هم واردش بشید. بعد یک چنل داره داخلش به این نام، بعد سابسکرایب رو یعنی اسلش سابسکرایب روش میزنید، پلنش رو به شما میده، شما پلن رو انتخاب میکنید، پرداخت میکنید و استارت میکنید. اینو اینم جنریت کرد. این بستنی دایری فری ماست که کنارش هم مثلا فکر کنم بادوم رو داشته که احتمالاً معنی اون شیر بادوم که یکی از مریم علی دوستی گفته بود رو بده. این کار دال-ای هم خوب شده، تقریبا ریالیستیک عکسی که جنریت کرده. اوکی، قبلا خیلی بد بود. بریم سراغ میدجرنی رو. حالا پولیه ولی من پلنش رو دارم، یعنی بذار بیارمش اینجا. این نهاش میتونید ببینید اینجا. شما میید داخل دیسکورد، میاد تو چنل، حالا چنل تکست چنل خودتو میسازی. من به اسم خودم اینجا یه دونه ساختم. بعد اینا مثلا این دوتا رو امروز اومدم جنریت کردم، اومدم بهش گفتم که دیزاین هایلی ریالیستیک فلان. بهش گفتم که حالا خلاصه اینو بخوام بگم، یه یو آی برای من بساز. یو آی یه موبایلی که یک ای آی، یعنی یه چت باته که تو میتونی باش چت بکنی و ای آی و یه چیزی مثل چت جی پی تی. یعنی اومدم توصیف چت جی پی تی رو دادم بهش، گفتم یه چیزی
UI رو برای من بساز. اومده اینو برای من ساخته. حالا من اگه اینو زوم بکنم شما میبینید که سوتی اینا توش خیلی زیاده. یعنی مثلا این مثلا جمله نیست، من نمی‌دونم چی نوشته، این ساعت هیچ ساعتی نیست، 9:40 فرموده باشه، این کلمه ها میبینید نیست، این آیکون نیست. طبیعتا خب این توی اینجور کارا خوب نیست، ولی خب خیلی کارهای دیگه میتونه بکنه دیگه. حالا بعدش میتونی بهش بگی که بیا از این 3-4 تا وریشن مختلف بساز. اولین چیزی که بهش گفتم من اینو گفته بودم و این 4 تا رو بهم داده بود. اولش 4 تا به شما پیشنهاد میده، بعد این پایین میگی که U1 U2 U3 U4، یعنی من اولیه رو میخوام که مثلا حالا با کیفیت بالاترش رو بهم بده. اگه V1 V2 V3 و V4 رو بزنی، هر کدومش رو بزنی وریانت های دیگه ای از اون رو به شما میده. یعنی مثلا میگی V3 یعنی این تو ایتریشن بعدی 4 تا مثل اینو میده که هر کدوم یه ذره با هم فرق کنه، یعنی سعی میکنه اینو حالا بهش یه تنوعی بده و شبیه این 4 تا جنریت کنه. این مثلا من بهش گفتم a robot with high futuristic design and فلان و فلان و فلان، مثلا اینو بهم داده که دیزاین خیلی جذابی داره. بفرمایید مورد. ببخشید فقط به صورت متن میتونیم ازش چیزی رو بخوایم، یعنی نمیتونیم تصویر بدیم و بگیم مثلا اون تصویر رو روش کار بکنه، اونو تقویت بکنه؟ میدجرنی نه، عکس نمیتونی بهش بدی. دال-ای رو میتونی بکنم عکس بهش بدی. دال-ای رو اینجا شما میتونی بگی که من اینو بزنی و عکس آپلود بکنی و بگی بر اساس این عکس حالا ازش چیزی بپرسی یا بگی که این کاری بکنه. ولی میدجرنی نه. میدجرنی اینجوری که شما اینجا این پایین توی قسمتش، من نمیتونم زوم بکنم بهتر رو ببینید، میزنید اسلش ایمیجین، اون رباتش رو ربات ایمیجینی میاره. بعد این داخل پرامپت تو مینویسی، هر چیزی که مثلا اینجا تایپ بکنی اون رو واسه جنریت میکنه دیگه. اینا مثلا چیزای دیگه ای که من ازش خواستم، مثلا موجوداتیه که خلق کرده، مثلا یه پرنده ای رو خواستم که خیلی افسانه‌ای باشه و اینا، بعد یه موجودی خواستم که خیلی خشن و درنده باشه. اینها مثلا اینا اوناییه که برای پست اینستاگرامم درست گفتم. یک چیزی که شبیه یه چیز خیلی فیوچریستیک باشه، مال آینده باشه، خیلی تکنولوژیک داشته باشه و یه چیز مثلا این حالا شاید شبیه ساعت شده، ولی مثلا اینا چیزایی بودش که بهم داد که این معلوم نیستن چی ان دیگه، همینجوری برای خودش اومده یه چیزی درست کرده با توجه به من گفتم یه چیزی که باشه که مثلا خیلی تکنولوژیکال باشه، رنگش اینجوری باشه، تو بک‌گراند سیاه باشه. من این 4 تا رو بهم داد. همونطور که می‌بینی تو بعضی چیزا خیلی خوبه، تو بعضی بعد مثلا یو آی ازش خواستم و دیزاین اینجوری خواستم، مثلا یو آی مینیمال خواستم، اینا رو بهم داده. مثلا نمیدونم چی ان. کفش ورزشی رنگی پنگی ازش خواستم، اینا رو بهم داده. گفتم داشبورد دارک مود بهم داده، اینا رو بهم داده. حالا دیگه بیشتر از این وقت نه. این موتوراش خیلی قشنگ بود، اینا رو خیلی مود کردم. گفتم که بده اینا رو ببینیم. گفتم که بیا برام یه سری موتورسیکلت خیلی خفن جنریت کن، چیزای عجیب غریبه خیلی جذابی تولید کرد. anyways اینم از میدجرنی. حالا من چطورم میخونم، سوالی هم اگه کسی داره میتونه دستشو بلند بکنه بپرسه، یا دستشو بلند نکنه میکروفونتون رو باز کنید بپرسید. من ریکورد رو هم خاموش میکنم که